سلام، من سروش هستم. خوش آمدید به فصل سوم پادکست قصه گو. قصه 25 معامله پرسود، نوشته پریمو لوی، ترجمه مجد دقیقی. همیشه از دیدن آقای سیمپسون خوشحال می شدم. او از این فروشنده های معمولی نیست که آدم را یاد مدعی العموم ها می اندازند. واقعا عاشق دستگاه های ناتکاست. معصومانه به آنها ایمان دارد. از عیب و ایرادشان عذاب می کشد و از موفقیتشان شاد می شود. لااقل به ظاهر که اینطور است. در هر صورت نتیجهش یکسان است. از روابط کاری که بگذاریم تقریبا با هم دوستیم. با این حال بعد از آن که دستگاه نظم پرداز را در سال 1960 به من فروخت، گمش کرده بودم. سرش خیلی شلوغ بود و برای تأمین تقاضاهای آن مدل بسیار موفق همیشه تا نیمه های شب کار میکرد. تقریبا در اواسط ماه اوت به من تلفن کرد و پرسید آیا علاقه‌ای به یک دستگاه اقرار نیوش سریع دارم یا نه. مدلی سریع و قابل حمل که در امریکا تقاضا برایش خیلی زیاد بود و کاردینال اسپلمان هم تاییدش کرده بود. علاقه ای نداشتم و این را با صراحت به او گفتم. چند ماه پیش آقای سیمپسون بدون قرار قبلی به خانه ام آمد. سر حال بود و یک جعبه مقوای زنبوری را با غرور و افتخار در بغل گرفته بود. بی آنکه وقت تلف کند رفت سر اصل مطلب و با غرور و افتخار گفت این هم دستگاه مقلد، دستگاه تکثیری که تا به حال خوابش را می دیدیم. من که نمی توانستم ناامیدی خود را پنهان کنم گفتم دستگاه تکثیر؟ متاسفم سیمپسون، من که هیچ وقت خواب دستگاه تکثیر ندیدم. مگر همین دستگاه های خودمان چه عیبی دارد؟ مثلا ببین 5 سنت میدهی و چند ثانیه بعد یک کپی تحویل میگیری. آن هم کپی بی عیب، خشک و بدون مواد شیمیایی فعال. در این 2 سال یک بار هم خراب نشده. اما به این سادگی ها نمیشد آقای سیمپسون را دل سرد کرد. گفت میبخشید اما کپی گرفتن از سطح که کاری ندارد. این دستگاه نه تنها سطح بلکه عمق را هم دوباره تولید می کند. و با لحنی رنجیده ولی مؤدبانه اضافه کرد دستگاه مقلد یک دستگاه تکثیر حقیقی است. با احتیاط 2 ورق کاغذ استنسیل با عنوانهای رنگی از کیفش بیرون آورد و روی میز گذاشت و گفت کدام یکی اصل است؟ با دقت آنها را وارسی کردم. بله عین هم بودند. اما آیا 2 نسخه یک روزنامه یا 2 چاپ کاملا مشابه از یک نگاتیو نبودند؟ آقای سیمپسون گفت نه، از نزدیکتر نگاه کنید. میبینید که برای نمونه نمایشی عمدن کاغذ زبری انتخاب کرده ایم که خمیر آن مواد خارجی زیادی دارد. از این گذشته این گوشه‌اش را پیش از تکثیر عمدن پاره کرده ایم. ذره‌بین بردارید و سر فرصت بررسیش کنید. من اصلا عجله ندارم. امروز بعد از ظهر تمام وقتم در اختیار شماست. در قسمتی از یکی از نسخه ها خالی وجود داشت و کنارش یک لکه زرد. همانجا روی نسخه دوم یک خال و یک لکه زرد بود. پارگی ها تا کوچکترین ذره‌ای که میشد با ذره‌بین تشخیص داد عین هم بود. ناباوریم کم کم به کنجکاوی تبدیل میشد. در این بین آقای سیمپسون پرونده قطوری را از کیفش بیرون آورده بود. لبخندی زد و با لهجه خارجی شیرینش گفت این هم تجهیزات من، نیروهای دوقلوی کمکی من. توی پرونده نامه‌های دستنوشتی بود که زیر بعضی قسمت‌هایشان بدون ترتیب و با رنگ‌های مختلف خط کشیده بودند و همینطور پاکت‌های تمبردار، نقاشی‌های فنی پیچیده و خط‌خطی‌های رنگی بچگانه. آقای سیمپسون کپی دقیق هر نمونه را پشت و رو نشانم داد. نمونه‌های نمایشی را با دقت وارسی کردم. حقیقتاً رضایت بخش بود. بافت کاغذ، همه نشانه ها، همه سایه روشن های رنگ ها با نهایت دقت بازسازی شده بود. همان نقطه های زبر نسخه های اصلی روی کپی ها هم وجود داشت. چربی و برق خطوط مداد شمعی، خشکی گچ مانند سایه روشن های رنگ لعابی پس زمینه و برجستگی های تمبرها.
آقای سیمپسون همچنان داستان می‌بافت. این دستگاه مدل پیشرفته‌ای از یک مدل قبلی نیست. اصل بنیانی دستگاه مقلد یک اصل انقلابی و بسیار جالب است. آن هم نه فقط به لحاظ علمی، بلکه همچنین از نظر فکری. این دستگاه تقلید نمی کند، شبیه سازی نمی کند، بلکه نمونه را دوباره تولید می کند. آن را دقیقاً از هیچ می آفریند. ناگهان تکان خوردم. در مقام شیمیدان غریزه‌ام به شدت به چنین دروغ بزرگی معترض بود. واقعاً از هیچ؟ چطور ممکن است؟ آقای سیمپسون رفت توی خیابان و از صندوق عقب اتومبیلش سیلندر فلزی کوچکی آورد که بی‌شباهت به کپسول گاز مایع نبود. نشانم داد که این سیلندر چطور از طریق یک لوله قابل انعطاف به قسمت اصلی دستگاه مقلد متصل می شود. این مخزن سوخت است. محتوی ترکیب پیچیده است که اصطلاحاً به آن میگویند سوخت ویژه و ماهیت آن فعلاً سری است. در دوره آموزشی در فورت کلیوانی از حرفهای تکنیسیان‌های ناتکا اینطور دستگیرم شد که این سوخت ویژه احتمالاً از ترکیبات نچندان پایدار کربن و سایر عناصر حیاتی ساخته شده است. فرایندی ابتدایی است. بین خودمان باشد واقعاً نفهمیدم چه لزومی داشت که ما را از 4 گوشه دنیا به امریکا بکشانند. ببینید، نمونه ای را که قرار است دوباره تولید کنید در این محفظه می‌گذارید و به این محفظه دیگر که از نظر شکل و اندازه عین همان یکی است، سوخت ویژه را با سرعت کنترل شده وارد می‌کنید. طی فرایند باز تولید درست در همان نقطه که هر یک از اتم‌های نمونه قرار دارد، اتم مشابهی قرار می‌گیرد که از ترکیب سوخت گرفته شده. کربن به جای کربن، نیتروژن به جای نیتروژن و به همین ترتیب. طبعا درباره این مکانیزم باز تولید از راه دور به ما فروشنده ها چیزی نگفتند. این را هم نگفتند که این حجم عظیم اطلاعات چطور از این محفظه به محفظه دیگر منتقل می شود. با این حال مجازیم بگوییم در دستگاه مقلد فرایندی ژنتیکی تکرار می شود که اخیراً کشف شده و نمونه با کپی خود همان نسبتی را دارد که دانه با درخت. امیدوارم این حرفها برایتان معنی داشته باشد و خواهش میکنم رازداری شرکت مرا ببخشید. حتما متوجه هستید هنوز همه جزئیات دستگاه تحت پوشش پروانه ساخت قرار نگرفته است. برخلاف همه معامله ها نتوانستم تحسین خود را مخفی کنم. این تکنیک حقیقتا انقلابی بود. تولید ترکیبی سازمند در حرارت و فشار پایین، ایجاد نظم از بی‌نظمی همراه با سکوت، سرعت و هزینه ناچیز رویای 4 نسل از شیمیدانها. آقای سیمپسون ادامه داد: میدانید ساخت این دستگاه آنقدرها هم آسان نبوده. از قرار معلوم 40 تکنیسیانی که روی پروژه دستگاه مقلد کار می‌کردند در کمال درایت مشکل اساسی، یعنی مشکل ترکیب مصنوعی سازگار را حل کرده بودند. اما تا 2 سال فقط کپی‌های آینه‌ای تولید می‌کردند. منظورم این است که کپی‌ها وارونه بودند و در نتیجه استفاده از آنها امکان نداشت. کم مانده بود مدیریت ناتکا دستگاه را با همان مشخصات تولید کند. هرچند لازم بود دستگاه برای هر تکثیر 2 بار به کار بیفتد و هزینه و زمان آن 2 برابر میشد. آن وقت گویا به دلیل اشتباهی به موقع در مونتاژ دستگاه اولین نمونه مستقیم باز تولید بر حسب تصادف به دست آمد. گفتم همه اینها مایه حیرت من است. معمولا هر اختراعی داستانی دارد. داستانی که احتمالاً رقیبان کمتر مبتکر به هم بافتند. داستانی که بر اساس آن کشف را به دخالت به موقع شانس و اقبال نسبت می‌دهند. سیمپسون گفت: احتمالش هست. به هر حال هنوز راه درازی در پیش است. شما باید از آغاز بدانید که دستگاه مقلد یک دستگاه تکثیر سریع نیست. تولید نمونه‌ای با حدود 100 گرم وزن حداقل 1 ساعت طول می‌کشد. از این گذشته محدودیت دیگری هم وجود دارد که به خودی خود روشن است. این دستگاه نمی‌تواند نمونه‌هایی را تولید کند که عناصر آنها در سوخت ویژه فعلی وجود ندارد یا این کار را به صورت ناقص انجام می‌دهد. در حال حاضر سوخت ویژه کاملتری برای ضرورت‌های خاص ساختند، اما ظاهراً در مورد بعضی عناصر، عمدتاً در مورد فلزات سنگین، با مشکلاتی مواجه شدند. در این موقع صفحه زیبایی از یک نسخه خطی تصحیح شده را نشانم داد و ادامه داد: مثلا تا به حال نتوانستند قسمت‌های مطلع را دوباره تولید کنند و این قسمت‌ها عملاً در کپی وجود ندارد و به همین دلیل هم تولید مجدد سکه ممکن نیست. باز هم تکان خوردم، اما این بار غریزه‌ام در مقام شیمیدان نبود که واکنش نشان میداد. این غریزه مبتنی بر همزیستی بسیار پیچیده انسان واقع‌بین بود. تولید دوباره سکه امکان نداشت، اما اسکناس چطور؟
یا تمری کمیاب یا بهتر و پسندیده تر از آن یک دانه الماس؟ آیا قانون جلب کنندگان و فروشندگان الماس های تقلبی را مجازات می کند؟ مگر الماس تقلبی هم وجود دارد؟ چه کسی می تواند مانع از آن شود که چند گرم اتم کربن را در دستگاه مقلد بگذارم و نظمی چاروجهی و واقعی به آن ببخشم و بعد نتیجه کار را بفروشم؟ اینجور وقتها مهم آن است که نفر اول باشید، چون هیچ تخیلی فعالتر از تخیل آدم‌های طمعکار در جستجوی منفعت نیست. این بود که تردید را کنار گذاشتم. کمی سر قیمت دستگاه مقلد چانه زدم که در هر حال زیاد نبود. 5% تخفیف گرفتم و قرار شد مبلغ مورد نظر را ظرف 120 روز بپردازم و دستگاه را سفارش دادم. دستگاه مقلد را همراه با 25 کیلو سوخت ویژه 2 ماه بعد به من تحویل دادند. ایام کریسمس بود، خانواده‌ام به کوهستان رفته بودند و من در شهر مانده بودم و می‌خواستم تمام وقتم را صرف کار و مطالعه کنم. ابتدا چند بار دستورالعمل را خواندم تا آنکه تقریباً آن را از بر شدم. بعد اولین چیزی را که دم دستم بود یک تاسه بازی معمولی برداشتم و آماده شدم که آن را دوباره تولید کنم. تاس را درون محفظه گذاشتم، دستگاه را به دمای تعیین شده رساندم، شیر مدرج کوچک سوخت ویژه را باز کردم و منتظر شدم. صدای وزوز ضعیفی به گوش رسید و از لوله تخلیه محفظه باز تولید جریان گازدار ضعیفی خارج شد. بوی عجیبی داشت، مثل بوی نوزاد تازه به دنیا آمده‌ای که خوب تمیز نشده باشد. 1 ساعت بعد محفظه را باز کردم. یک تاسه بازی دقیقاً مشابه نمونه به لحاظ شکل و رنگ و وزن توی آن بود. نیمه گرم بود اما دمایش زود به دمای اتاق رسید. به آسانی و بدون کوچکترین مشکلی تاسه سوم را از روی تاسه دوم ساختم و چهارمی را از روی سومی. کنجکاوی هم نسبت به مکانیزم درونی دستگاه مقلد بیشتر و بیشتر می شد. همان مکانیزمی که سیمپسون نتوانسته بود یا نخواسته بود به طور دقیق برایم توضیح بدهد و در دستورالعمل هم به آن اشاره‌ای نشده بود. در پوش هوابندی شده محفظه ب را جدا کردم. با اره سوراخ کوچکی در آن ایجاد کردم. لام شیشه‌ای کوچکی به آن وصل کردم و محکم چسباندمش و در پوش را سر جایش گذاشتم. بعد دوباره تاس را در محفظه الف گذاشتم و از درون دریچه به دقت فرایند تکثیر را در محفظه ب تماشا کردم. خیلی جالب بود. تاس به تدریج و از پایین در لایه‌های بسیار نازک بر روی هم شکل می‌گرفت، طوری که انگار از کف محفظه می‌رویید. در اواسط فرایند تکثیر نیمی از تاس به طور کامل شکل گرفته بود و به آسانی میشد مقطع چوب را با همه رگه‌هایش تشخیص داد. میشد نتیجه گرفت که ابزاری تحلیلگر در محفظه الف جسمی را که باید دوباره تولید میشد در خط یا در سطح بررسی میکرد و دستور ساختن هر ذره یا شاید هر اتم را با استفاده از سوخت ویژه به محفظه ب منتقل میکرد. از آزمایش مقدماتی راضی بودم. روز بعد الماس کوچکی خریدم و نمونه ای از آن تولید کردم که کامل از کار درآمد. از 2 دانه الماس اول 2 الماس دیگر ساختم. از این 4 تای دیگر و به همین ترتیب با تصاعد هندسی تا آنکه محفظه دستگاه مقلد پر شد. در پایان عملیات امکان نداشت بتوان الماس اصلی را از بقیه تشخیص داد. من با 12 ساعت کار 4095 دانه الماس جدید تولید کرده بودم. سرمایه گذاری اولیه برای دستگاه به قدر کفایت جبران شده بود و احساس می کردم مجازم به آزمایش های دیگری بپردازم که کمتر از این آزمایش یا بیشتر از آن جالب بودند. روز بعد بدون هیچ دردسری 1 حبه قند، 1 دستمال، 1 برنامه حرکت قطار و 1 دسته ورق بازی را تکثیر کردم. روز سوم با 1 تخم مرغ آبپز آزمایش کردم. پوستش نازک و شکننده از کار درآمد. به گمانم دلیلش کمبود کلسیم بود، ولی سفید و زرده آن به لحاظ ظاهر و طعم کاملا عادی بود. بعد بدل موفقی از 1 پاکت سیگار تولید کردم و 1 جعبه کبریت که ظاهرش هیچ عیب و ایرادی نداشت.
اما چوب کبریت‌هایش روشن نمی‌شدند به دلیل فقدان نقره در سوخت ویژه. از یک عکس سیاه و سفید نسخه کاملا تار به دست آمد. از ساعت مچی هم فقط توانستم بندش را دوباره تولید کنم و خود ساعت هم بعد از آن به دلایلی که قادر نیستم توضیحی برایش ارائه کنم دیگر به درد نخورد. روز چهارم 4 نخود و لوبیای تازه را تکثیر کردم و همینطور یک پیاز گل لاله را و تصمیم گرفتم قدرت رویش آن را بررسی کنم. علاوه بر اینها 100 گرم پنیر، یک سوسیس، یک قرص نان و یک گلابی هم تکثیر کردم و همه را برای نهار خوردم بی آنکه تفاوتی بین طعم آنها و طعم نمونه‌های اصلی احساس کنم. همچنین فهمیدم که میتوان مایعات را هم تکثیر کرد. برای این کار باید در محفظه ب ظرفی مشابه یا بزرگتر از ظرف محتوی نمونه در محفظه الف قرار میدادم. روز پنجم به اتاق زیر شیروانی رفتم و آنقدر گشتم تا عنکبوت زنده‌ای پیدا کردم. مسلماً باز تولید دقیق اجسام متحرک ممکن نیست. برای همین عنکبوت را در بالکن توی سرما نگه داشتم تا بی‌حس شد. بعد آن را در دستگاه تکثیر گذاشتم. 1 ساعت بعد بدل بی‌عیب و نقصی از آن داشتم. عنکبوت اصلی را با 1 قطره جوهر علامت گذاری کردم. 2 قلوها را در یک ظرف شیشه‌ای روی رادیاتور گذاشتم و منتظر شدم. نیم ساعت بعد 2 عنکبوت همزمان به حرکت درآمدند و بلافاصله شروع کردند به جنگیدن. قدرت و مهارتشان یکسان بود و بیش از 1 ساعت جنگیدند بی آنکه هیچ یک از آنها پیروز شود. آن وقت آنها را در 2 جعبه مختلف گذاشتم. روز بعد هر یک از آنها تار مدور 14 پره‌ای تنیده بود. روز ششم آجرهای دیوار کوتاه باغ را یکی یکی برداشتم تا آنکه مارمولکی را در خواب زمستانی پیدا کردم. بدل این مارمولک به لحاظ ظاهر عادی بود، اما وقتی آن را در دمای اتاق قرار دادم متوجه شدم که به سختی حرکت می‌کند. چند ساعت بعد مرد و پس از انجام تحقیقات پی بردم که استخوان بندیش خیلی ضعیف بود. به خصوص استخوان‌های دراز پنجه‌های کوچکش مثل لاستیک قابلیت انعطاف داشت. روز هفتم استراحت کردم. با آقای سیمپسون تلفن کردم و از او خواستم فوراً سری به من بزند. درباره آزمایش‌هایی که انجام داده بودم، البته به استثنای آزمایش الماس‌ها، برایش توضیح دادم و تا آنجا که می‌توانستم در نهایت خونسردی چند سوال از او کردم و چند پیشنهاد مطرح کردم. وضعیت پروانه ساخت دستگاه مقلد دقیقاً به چه صورت بود؟ آیا امکان داشت سوخت ویژه کاملتری از ناتکا گرفت که همه عناصر لازم برای حیات را حتی به مقدار کم داشته باشد؟ آیا تهیه دستگاه مقلد بزرگتری با ظرفیت 5 لیتر امکان داشت؟ دستگاهی که بتواند یک گربه را تکثیر کند؟ یا دستگاهی با ظرفیت 200 لیتر که بتواند؟ دیدم که رنگ از روی آقای سیمپسون پرید. آقای سیمپسون گفت: خدای بزرگ، من نمیخواهم در این کار با شما همراه باشم. درست است که من شاعر، محاسب، اقرارنیوش، مترجم و دستگاه تکثیر خودکار میفروشم، اما به روح ازلی ایمان دارم. اعتقاد دارم که روحم ازلی است و نمیخواهم آن را از دست بدهم. هیچ علاقه‌ای هم ندارم که چنین روحی را با شیوه هایی که شما در ذهن میپرورانید خلق کنم. دستگاه مقلد همین است که هست، یک ماشین ابتکاری برای تکثیر اسناد. و آنچه شما پیشنهاد میکنید، میبخشید، ولی نفرت انگیز است.
انتظار چنین واکنش نسنجیده‌ای را از آقای سیمپسون نداشتم و سعی کردم او را سر عقل بیاورم. به این نکته اشاره کردم که قابلیت دستگاه مقلد بسیار بیشتر از یک دستگاه تکثیر اداری است و گفتم که سازندگانش نمی‌دانستند این دستگاه می‌تواند برای من و او به معنی ثروت باشد. بر جنبه مضاعف امتیازهای آن تأکید کردم. جنبه اقتصادی به عنوان آفریننده نظم و در نتیجه ثروت و جنبه چطور بگویم پروموتئی ابزاری نو و پیشرفته برای افزایش دانش ما در زمینه سازوکارهای حیاتی. دست آخر کم و بیش غیر مستقیم به آزمایش الماس ها هم اشاره کردم، اما هیچ فایده‌ای نداشت. ذهن آقای سیمپسون پریشان شده بود و انگار حرفهایم را نمیفهمید. در مغایرت آشکار با منافعش در مقام فروشنده و نماینده شرکت گفت که این حرفها یک مشت مزخرف است. گفت فقط اطلاعات چاپی بروشور دستگاه را باور می کند. به ماجراجویی‌های ذهنی یا سودهای کلان علاقه‌ای ندارد و در هر صورت نمی‌خواهد کاری به این مسائل داشته باشد. احساس کردم می‌خواهد چیز دیگری هم بگوید، اما به سرعت خداحافظی کرد و رفت. گسستن رشته دوستی همیشه دردناک است. تصمیم داشتم باز هم با آقای سیمپسون تماس بگیرم و معتقد بودم می‌توان مبنایی برای توافق یا حتی همکاری یافت. میخواستم به او تلفن کنم یا برایش نامه بنویسم، اما مثل همه وقتهایی که آدم سرش شلوغ است این کار را از امروز به فردا میانداختم. اوایل فوریه بود که در میان نامه هایم به اطلاعیه‌ای از ناتکا برخوردم، همراه با یادداشت سردی از نمایندگی میلان که شخص آقای سیمپسون آن را امضا کرده بود. بدین وسیله توجه شما را به اطلاعیه ناتکا جلب می‌کنیم که نسخه‌ای از آن به همراه ترجمه به پیوست تقدیم می‌شود. تردیدی ندارم که کار خود آقای سیمپسون بود و به دلیل وسواس‌های اخلاقی احمقانه‌اش کاری کرده بود که شرکت این اطلاعیه را توزیع کند. در اینجا تمام آن متن را ذکر نمی‌کنم چون از حوصله این یادداشت‌ها بیرون است، اما بند اصلی آن از این قرار بود: دستگاه مقلد مانند همه دستگاه‌های تکثیر فعلی یا آینده ناتکا منحصراً به منظور باز تولید مدارک اداری به بازار عرضه شده است. نمایندگی‌های ناتکا مجازند این دستگاه‌ها را فقط به شرکت‌های تجاری یا صنعتی که به طور قانونی تأسیس شده‌اند بفروشند و نه به اشخاص. فروش این دستگاه مشروط بر آن است که خریدار کتباً متعهد شود این دستگاه را برای مقاصد زیر مورد استفاده قرار ندهد: تولید دوباره اسکناس، چک، تمبر یا سایر اشیاء مشابه که ارزش مالی مشخص دارد. تولید دوباره نقاشی، طراحی، حکاکی، مجسمه یا سایر آثار هنرهای تجسمی. تولید دوباره گیاهان، حیوانات، انسانها چه زنده باشند و چه نباشند یا قسمت‌هایی از آنها. آن دسته از اقدامات مشتریان ناتکا یا استفاده کنندگان از دستگاه‌های این شرکت که با تعهدنامه‌های امضا شده آنها مغایر باشد در حوزه مسئولیت شرکت نیست. به اعتقاد من این محدودیت‌ها کمک چندانی به موفقیت تجاری دستگاه مقلد نخواهد کرد و حتما این نکته را به آقای سیمپسون یادآور خواهم شد، البته اگر سعادت دیدار او دوباره نصیبم شود. عجیب است که آدم‌های منطقی و محترم گاهی دست به کارهایی می‌زنند که با منافع شخصیشان اینقدر مغایرت دارد.